امروز تو برنامه‌مون خوشخبری بزرگ داریم. دیگه جای نگرانی نیست بابت بحران رو بحران که رو کول مقام عظما چنبات بزده. خفگی اقتصادی بیخیال. باریکلا. مکانیزم ماشه که عین گیوتین نزدیک شونده بالای سرمونه فراموشش کنیم. آفرین. محاکمه دیپلمات نظام برای اولین بار تو طول مقام عظما تو طول عمر ایشون فدای سر مجری برنامه. باریکلا. ترکمانچای 2 و 3 و 4 اصلا مهم نیست. بررسی دقیق و عمیق تحولات استراتژیکی نشون میده که مقام عظمای ولایت برای خروج از بنبست و بیچارگی فعلی 3 تا راهبرد عمده رو باید پیش بگیره. تو کلاش بگیری که قیش قیش نکنه، بعد بگو که چیه این 3 تا راهبرد معجزه‌گری که رو کردی. آقای دکتر این نکتهشو شما دیگه باید بگین. من اگه خودم بلد بودم که مینشستم جای شما. یخ کنی. منم اگه یه رگ مشنگی با 2 تا رگ یخی با 3 تا رگ رو اعصاب راه رفتن داشتم میشستم جای تو. ناکس. آیه دکتر این نمکی اون وزیر بهداشت خیر سره. بله همون مشنگه. این نامه نوشته ظاهرش کلی از مقام عظما تعریف کرده ولی آخرش دوباره توپو غیر داده تو زمین. ایشون گفته من همه چی از قبل سر موضوعات مختلف و من جمله کرونا بهت گفته بودم. اینم شده تاکتیک جدید همشون. 4 تا تعریف کشکی نسیه، بعد کلی ضایع کردن و توپوزی نقد. بله دکتر تو مجلس هم همین کارو باهاش میکنن. آخرش هم مقام عظما مجبور آسانسوری عقب نشینی بکنه. خودش برمیگرده به مجلس میگه بپر پاچه دولت بگی، بعد خودش میگه دولت باید تا آخر پایدار بمونه. خودش به مجلس میگه ظریفو یه کاریش بکنی که دیگه مگس هم با وساطت روش میشینه، بعد خودش میره وساطتشو میکنه. خودش با حاجی رئیسی میگه بپر یه گاز محکم از آمولی لاریجانی بگی، بعد خودش میگه مبارزه با فساد و لاریجانی شروع کرد. دکتر من شنیدم بعضی شبا که مقام عظما خیلی مگسی میشه خودش دست خودشو گاز میگیره بعد میگه طول از سگ نکن جاش میمونه. چکار کنه بدبخت بیچاره؟ به همین راضیه که همه جوره هم ضایعش بکنن، فقط موقع ضایع کردن دیگه اسمشو نیارن. هرچی هم میخوره باز مجبوره دندون رو جگر بذاره. من رو بابوی همیشه میفهمودم بذار بهادر عرض میکردم بله میفرمودن یک مرسی هیکل عصبانی اومد تو قهوه خونه در و کوبید یک نعره زد گفت احمد کیه که من اینجا فکشو بذارم کف دستش. مشنگرم جلو گفتش که فرض کن من باشم مثلا چه غلطی میتونی بکنی؟ آقا مرسی هیکل اینو بلندش که این گونی آرد کوبیدش زمین استخوناش قرش قروش میکرد. حالا نزن کی بزن. بعد که ریختن لاشه این از زیر دست و پای مرسی هیکله کشیدن بیرون. گفتش که همین که داشت کتک میخورد گفت نه ولش کنین خرش کردم من که احمد نیستم. ولی آی دکتر سب کن بینم روشن شد یا میخوای تو هم این احمد بری جلو مرسی هیکله؟ ولی آی دکتر فقط تو مجلس نیست باقی جا هم همینطوری شده. تو سطح منطقه و بین‌المللی هم همینه. آیه پیش بسته قیب گفتی همه توضیحات شد دادم دیگه. معلومه که دیگه صحبت عمق استراتژیک و از این اداعتفارا نیست. نگاه به غرب کردیم خورد تو چشمون عین جوش جوشکاری چشمون رو برق زد. نگاه به شرق کردیم کلیسه رفت تو چشمون. آی دکتر من نفهمیدم کی فرصت کردیم اینقدر بدبخت بشیم. از خفگی اقتصادی رفتیم سراغ چین. یک قراردادی بستیم که 100 دفعه بگیم غلط کردیم کاش همون خفگی اقتصادی رو تحمل کرده بودیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفرمودن اگه دندون شکست تحمل کن چون بری دکتر باید یه قیمتی بدی که کمرت میشکنه. آی دکتر ولی ظریف میگفت با گشایش به سمت شرق پهنای جدیدی در افق دیده میشه. این مشنگ روزش چی میفهمید که الان تو شب تارش چی بفهمه؟ یه چیزایی شنیده این طرف اون طرف بلغور میکنه که مثلا میخواد بگه معنیش میفهمم ولی کشکم نمیفهمه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفرمودن مشنگی رفت امتحان رانندگی بده. افسر پرسید آینه کجاست؟ مشنگی گفت تو کیفمه بدم بهتون. دکتر از خود شما یاد گرفتم که مگسه کت و شلوار و کراوات پوشیده بود موهاشو سشوار زده بود ریششو سشوار زده بود. ازش پرسیدن خبریه که اینقدر تیپ زدی؟ گفت آره سر کوچه کود تازه ریختن. یخ کنی با این مثال بی ربطت.
من سعی کردم تو جان انداختن بحث استراتژی کمکت کنم. آخه دخالت بیجا مانع کسبه. فکر کردی خیلی زرنگی ولی ضایع میکنی وسطش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بذار بهادر عرض میکردم بعد میفهمودم ماشنگه رفت دکتر که میگفتش که آی دکتر دستو با که تکون میدم همینجوری درد میکنه. دکتر گفت تکون نده. بعد گفتش که آی دکتر فکر نمی‌کنی این جوکت یه کمی تکراری یا قدیمی شده دخالت بیجا کرد. دکتر گفت احمق جون فشار سنجو میگم تکون نده. آی دکتر قبل از این توهین شما داشتم میگفتم این چینیای نامرد دست بگیرشون از ما خوبه، ولی همیشه روزش که نوبت اونا میشه که دست تو جیب کنن پشتمون رو خالی میکنن. از قدیم گفتم مرام رو از کانگورو یاد بگیر که همیشه دستش تو جیب خودشه. این چینی‌ها موقع گرفتن رفیقمون میشن، موقع پس دادن یادشون میره. مرحوم ابوی همیشه به بزن بهادر کوچیکه داشتم قلوم تو میفهمونم بزن بهادر کوچیکه عرض میکرد ها، من میگفتم ها و زهر مار بگو بله، بعد عرض میکرد بله. میفهمونن آدم قالتاق همیشه دو جاش کبوده، یکی پای چشش یکی از پشت دسته. چرا آی دکتر؟ خب هر وقت ازش چیزی خواستن باید محکم بزنه بگه رو چشم. بعد که گفتم پس چی شد اون قولی که دادی محکم بزن رو دستش بگه یادم رفت. آی دکتر تو قرارداد ترکمنچای 2 با چین بد جوری دست پایینو داریم. یادم میاد که با بابام شطرنج بازی میکردم، وسط بازی میگفت یا مات میشه یا پول تو جیبی خبری نیست. از همون موقع دوراهی ذلت و خفت باهاش آشنا شدم. بحث ذلت و خفت شد یادم به چیزی افتاد که هوا گرم شده کپسولای گاز مخصوصا نزدیک تأسیسات نظامی حساس میترکن. این همش هم بد نیست، یه آزمایشی هم هست برای دم و دستگاه پدافندی و حفاظتی این تأسیسات که بفهمیم نقطه ضعفمون کجاست. ماست بخوری با این توجیه کردنت که از اون ربط دادن قبلی تا بدتر بود. آزمایش کجا بود ناکس؟ بلایی که از خود مریضی سرمون نمیومد تو آزمایشش فعلا اومد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بذار بهادر عرض میکردم بعد میفهمودم ماشنگه رفت دکتر گفت خوابم مشکل داره. دکتر یه دونه از این چکشا برداشت زد رو زانوش، طرف هم بلند شد خوابون زیر گوش دکتر. دکتر گفت چه برگته چرا میزنی؟ گفت خب تو چرا اول زدی؟ دکتر گفت بابا من میخواستم اعصاب تو آزمایش کنم. ماشنگی گفت خب اینم نتیجهش، حالا نسخه تو بنویس. آی دکتر میرم روی موضوع دیگه. 5 فروردین سلامی از ویروسیا پرده برداری کرد و گفت تولید انبوه میکنیم. الان رمضان شریف گفته داریم راستی آزمایی میکنیم، یعنی حرفای خودمون هم باید راستی آزمایی کنیم. تو ولش کن اون مشنگو، همه رو مرسدس بنز زیر میگیره ما رو الاغ. آی دکتر توضیحات شما خیلی روشنگر و راهگشا بود، ولی مثل تابلو خطر ریزش کوه تو جاده است، معلوم نیست برای چی میزنن اینجا. یعنی آدم چه کار باید بکنه؟ رد بشه، زود رد بشه، آروم رد بشه، اشهدشو بخونه و رد بشه واسه تا بریزه. شما هم همچی یه چیزی میگی ولی نمیگی ما چه کار باید بکنیم. میرم ناکس، من عضو نیستم که همینجوری یه کلمه اولش تعریف کنی بعد 2 تا بزنی تو سر ما. آی دکتر تو مقام عضو تو من زبونت بکشم بیرون. فکر کردی منم مثل عضو کمزور بدبخت